سلام رفقا، چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو. رفقا اومدیم با ویدیوی فان و چالشی من. توی این ویدیو قراره بریم با مشت یا همون فیست خودمون کیل بزنیم که تا کیل نزدیم اینم کاراکترش نمیتونیم هیچ گان دیگه ای رو برداریم. این که کاراکتر اصلیم، این هم کاراکتر مشت که برای فشار بده. خب بریم یه مچ بتل رویال استارت کنیم ببینیم چی میشه. ویدیو رو استاپ میکنم تا استارت بشه. خب مچ استارت شد، بریم برای یه مچ. یه بار بیفتیم که هم انمی خوب داشته باشم. آره پیک که خیلی شلوغ میشه، نمیشه زد، باید همین فکتوری بیفتیم. این اولین کیل، اینم دومین کیل. 2 تا کیل زدیم با یه دونه کاراکتر. عجب. فقط باید از لوتای کیلایی که زدم استفاده کنم و نمیتونم، از هک ندارم، از لوتای گان یا البته از گانای دیگه استفاده کنم، ولی میتونم چیز میزاشون رو بردارم. بمیر دیگه. خب همین. خب نمیتونم بردارم گانایی که روی زمین. اینو ولم کن دیگه. مردم. رفقا بریم یه مچ دیگه استارت کنیم ببینیم چی میشه دیگه.